یادش بخیر، مادر بزرگ خدا بیامرزم هر وقت ما نوه‌ها خونش جمع می‌شدیم دست به کار می‌شد و واسمون با این خمیر جادویی انواع پیراشکی‌ها رو درست می‌کرد. یه تخم مرغ رو با نصف قاشق چایخوری وانیل و 4 قاشق شکر هم بزنید. 1 لیوان شیر ولرم، 1/3 لیوان آب ولرم و 50 گرم کره ذوب شده، 1 قاشق غذاخوری پودر خمیرمایه، 1 قاشق شیر خشک برای خوش رنگ شدن پیراشکی و نیم کیلو آرد قنادی رو اضافه کرده و هم بزنید. این خمیر کمی چسبناکه، 10 دقیقه ورز بدید تا خمیر لطیفی به دست بیاد. روی خمیر رو بپوشونید و 2 ساعت در دمای محیط بذارید تا هجیم شه. پف اضافه خمیر رو بگیرید، به چونه‌های 100 گرمی تقسیم کنید و طبق ویدیو فرم بدید. روی کاغذ روغنی بذارید که راحت بتونید جابجاش کنید. دوباره 10 دقیقه استراحت بدید و داخل روغن با حرارت متوسط هر دو طرفش رو سرخ کنید. اگه دوست ندارید داخل روغن بذارید، هر شکلی که دوست دارید فرم بدید و به مدت 20 دقیقه داخل فر بذارید. هر مدل نون و پیراشکی که با این خمیر درست کنی به قدری بافتش خوب میشه که عاشقش میشی. نوش جان.